سلام، خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از ویدیوهای کانال حیات وحش. امروز میخوایم راجع به یکی از منحصر به فردترین و البته ترسناکترین جنبه‌های کشور استرالیا، یعنی جانوران سمی و خطرناک اون صحبت کنیم. پس با ما همراه باش. استرالیا کشوری پهناور و متنوع با اقلیم‌ها و زیست‌بوم‌های مختلف. این شرایط باعث شده تا جانورانی با ویژگی‌های منحصر به فرد و گاهی وحشتناک توی این سرزمین زندگی کنند. از معروف‌ترین موجودات استرالیا میتونیم به عنکبوت‌ها و روتل‌هایی اشاره کنیم که در سراسر این کشور پراکنده‌اند. مثلا عنکبوت سیدنی فانل وب یکی از خطرناکترین عنکبوت‌های جهانه. این عنکبوت سیاه با فک‌های قویش میتونه سم بسیار قوی وارد بدن انسان کنه که در صورت درمان نشدن میتونه منجر به کشته شدن انسان بشه. عنکبوت ردبک که شبیه به عنکبوت بیوه سیاه آمریکاست، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی استرالیا یافت میشه. نیش این عنکبوت خیلی دردناکه، اما با وجود اینکه ترسناک به نظر میرسه، داروهای ضد سم به سرعت میتونن جان انسان رو نجات بدن. در کنار عنکبوت‌ها، روتیل‌ها و مارهای سمی جایگاه مهمی توی زیست‌بوم استرالیا دارن. مار تایپن با عنوان سمی‌ترین مار خشکی جهان و مار براون اسنیک که به خاطر سم قدرتمندش بسیار خطرناکه توی استرالیا زندگی میکنن. اما لازمه بدونید که این جانوران معمولاً از انسان دوری میکنن و به صورت خیلی نادر حمله مستقیم دارن. با وجود همه این ترس‌ها و داستان‌ها، استرالیا یکی از امن‌ترین کشورها برای زندگی و گردشگریه. مردم محلی یاد گرفتن چطور با این جانورها کنار بیان و زندگی روزمره‌شون رو بدون مشکل ادامه بدن. پس اگه به دنبال ماجراجویی و کشف طبیعتی متفاوت هستی، استرالیا جاییه که با دیدن اون میتونی هم شگفت‌زده بشی و کمی هیجان رو تجربه کنی.